رضا تقوی‌نژاد هستم، سرپرست کمیته راگبی خراسان. در سال جدید یک برنامه‌ای که کمیته اونو داره دنبال میکنه این که ورزش راگبی رو به مدارس و دانشگاه‌ها آشنا کنه. تفاوتایی وجود داره بین این رشته و رشته فوتبال امریکایی، بتونه این تفاوت‌ها رو به جامعه بشناسونه، بتونه تیم‌های جوانان و تعدادشون رو زیاد کنه. در راستای همین یک مسابقه ما در اردیبهشت ما در 20 اردیبهشت ما با همیاری و کمک شهرداری مشهد، هیئت انجمن‌ها برگزار خواهیم کرد که راگبی تاچ رو بشناسونیم به تمام جامعه و اولین مسابقات قهرمانی استان در سراسر کشور هم هست. تو قدم اول سعی داشتیم که با استعدادیابی‌های مستمری که از سطح هنرستان‌های تربیت بدنی و دانشگاه‌ها صورت گرفته یه تعداد افراد مستعد رو جذب کنیم. تو قدم بعدی خدا رو شکر با توجه به دوستای خوبی که داشتیم سعی کردیم اسپانسرهای قوی جذب کنیم برای این رشته که کمتر شناخته شده هستش در بین رشته‌های ورزشی. تونستیم با حمایتایی که از سوی آقای قیاسی مدیریت محترم ورزش شهرداری صورت گرفت زمین چمن پارک ملت رو به صورت 2 تا تایم در هفته رزرو کنیم. انشالله در دهه دوم اردیبهشت ماه سال جاری که مصادف با ولادت آقای امام رضا هستش، با مشارکت شهرداری ما یه دوره جام تاچ راگبی رو در محل چمن پارک ملت برگزار خواهیم کرد. رشته راگبی بالاترین و پیچیده‌ترین سطح آمادگی